سلامت میکنم حضور همه بینندگان محترم شبکه سه سیما. برنامه فوتبال برتر، بازی حساس و جذاب ایران و ژاپن از این لحظه در ورزشگاه ادویکیشن در کشور قطر آغاز شد و سفید پوشان ایران با ترکیب بیرانوند، خلیلزاده، محمدی، عزت‌اللهی، جهانبخش، ابراهیمی، کنعانی، قدوس، آزمون، محبی و رضاییان به مسافه ژاپن رفتن که بازیش رو برگزار کنه که قطعا این ساختار و این شکل تغییر خواهد کرد. پاس بلند برای مائداد، گوشه زمین ارسال در دهانی دروازه و حسین کنعانی تو بیرون فرستاد. پرتاب به نفع ژاپنه. دفاع ژاپن جلو میاد و پای راه ضربه که محکم زده میشه با توپشون با اختلاف به بیرون رفت. محبی توپو نگه داشت، پاس رو واقعا برای سعید عزت‌اللهی، سرش بالاست، میبینه سمت راست رامین رضاییان رو، سردار آزمون تو محوطه جریمه هست. رامین سر توپ میزنه، مائداد رفت واسه خودش، خود رامین یه ارسال تو محوطه جریمه تیم ژاپن. میرفتیم واسه گل اول، حمله ادامه خواهد داشت. اون امید ابراهیمی برای سعید عزت‌اللهی ببرن به سمت چپ، خوبه بفرستیم رو دروازه، میتونه بهترم باشه و ضربه‌ای که زده میشه از جهانبخش، توپش با اختلاف کم خطرناک به بیرون رفت. ببینیم با هم دیگه صحنه آهسته رو. کنعانی و عزت‌اللهی هم هستن تو محوطه جریمه. خود جهانبخش مرتبه بلند تو محوطه جریمه، ضربه سر مدافعان ژاپن، توپی که دور شد پشت محوطه جریمه فشار رو وارد میکنن بچهای ما در بازپسگیری توپ، میخواد موفق ظاهر بشن. سعید عزت‌اللهی توپو گرفته روی پایچه ضربه سعید عزت‌اللهی و سوزوکی توپو در اختیار گرفت. یه بار دیگه برخوردها داره زیاد هم میشه. مائداد پشت محوطه جریمه واسه شوت زمینی دو پاسکاری ژاپنی ها و توپی که عزت‌اللهی گرفته راحت لو ندیم اونجا، مراقبم باید باشیم. ضربه‌ای که به سمت چارچوب زده میشه و نظر بده کورنر و در نهایت کورنر. گل ارتباطی برنامه فوتبال برتر با شما خواهد بود. حمله تیم ژاپن، ایتوری دروازه، ضربه‌ای که اونجا زده میشه و توپ رفته بیرون به نفع ژاپن و مدافعان ما باز هم خوب کار کردن. 19مین بار است که ایران و ژاپن رو در روی هم قرار گرفتن. در 18 مسابقه قبلی رو در رو همه چیز برابره. 6 6 6. حمله ژاپن خطرناک، فرصت داره ژاپن، فرصت داره ژاپن و چی شد؟ یه دفعه جامون دروازه باز شد، گل مفت و راحتی خوردیم. چقدر راحت از بین دو بازیکن ما رد شد بازیکن ژاپن و دروازه ما رو موریتا باز میکنه. انگار ول کردیم. ببینیم با هم دیگه اینجا مثل آب خوردن بین 4-5 تا بازیکن ما رد میشه، تغییر مسیر میده. بیرمان تاثیرشون گذاشت، شانس هم باهاشون یاره و دروازه ما بدین شکل باز میشه. ضربه ای نبود که جون دار باشه و بخواد به راحتی به گل تبدیل بشه، اما با بدشانسی بیرانوند تغییر مسیر توپ به سمت دروازه است نه به سمت بیرون. جهانبخش ارسال بلند برای سردار آزمون، آفسایدیست، کنترل سردار میزنه پای چپ بره تو گل توپه، اما پرچم بالا آفساید گرفته شد. رو به عقب شجاع خلیلزاده، حرکت سامان قدوس، حمله ایران در زمین تیم ملی ژاپن، زمین سامان قدوس میتونست به گل اول ما رو برسونه. سامان میتونست به گل اول برسونه ما رو. سامان قدوس تمومش میکردی سامان. ببینیم با هم دیگه که آبودی پای راستش، پای تخصصیش و ضربش تو چارچوب نیست. میتونست یکی از مهمترین گل‌های فوتبالی خودش رو بزنه سامان قدوس. با بازیکن هم صحبت میکنه. خود شجاع خلیلزاده پاس بلند برای جهانبخش، ضربه سر جهانبخش برای سامان قدوس. دوباره حمله تیم ایران رو با هم شاهد هستیم. خود سامان تو در اختیار داره به پای راست، یه ارسال روی تیر دورتر، بزن سردار آزمون، نرسید به توپ سردار آزمون، پرتوام کرد خودش رو سردار رو بدین شکل توپ از مقابل پای سردار آزمون رد شد. مایکومو نمیذاره تو روی دروازه ریخته بشه. سعید عزت‌اللهی یک ارسال تو دروازه ژاپن. حمله تیم ایران در راه هست. جهانبخش صاحب توپه. خود جهانبخش یک سال عالیه این ارسال برای سردار آزمون، نمیذارن بلنش سردار سر بزنه. حمله ایران ادامه خواهد داشت. امید ابراهیمی یه پاس اشتباه خراب کرد امید.
جهانبخش میخواد توپو پرتاب بکنه، دورخیز هم کرده، پرتاب جهانبخش تو محوطه جریمه ژاپن، ضربه سری که اونجا زده میشه. رامین رضاییان محمدی با پای چپ و ضربه که اونجا میزنه محمدی، توپش با اختلاف زیاد به بیرون رفت. بازیکن ژاپن پاسکاریشون دوان از راه میرسه، شجاع توپ رد کرده. سردار آزمون سرعت بالای سردار تو محوطه جریمه، بزن سردار، بزن سردار. بعد توپی که در نهایت آفسایدش هم بود و گلم نشد. میبرم به سمت چپ، یه ارسال بلند دروازه ایران، خطرناکه این موقعیت. امید ابراهیمی دو بازیکن رو پاش رفتن، نباید تو راحت از دست بدیم. پشت محوطه جریمه ایران موریتا، فرصت داره ژاپن، خطرناکه و ضربه‌ای که زده میشه بود توپی در چارچوب نیست. توپ روی سر کوبو رد شد. جهانبخش دریبل عالی، پاس خوب، سردار میچرخه، پاس تو در محبی، گلش کن گل برای ایران. بازی میشه 1-1 مساوی. جونم گفتم دفاعشون متزلزله، گفتم میشه به ژاپن گل زد. بریم واسه دومی. ایران 1 ژاپن 1. ایران برمیگرده. فشار رو دفاع ژاپن، میشه گل مساوی واسه ایران. دمش گرم سردار، یه پاسش یه دنیا میارزه. ادامه بدیم و میتونیم بازم به ژاپن گل بزنیم. ما به باز نیستیم، ما میخوایم بمونیم تو این تورنمنت. بلند در میانه میدان فرستاد، تو از قدوس رد شد. امید ابراهیمی بلند واسه سردار، پشت دفاع ژاپن، حمله ایران. سردار یه گل واسمون بزن، یه پاس گل داده، بزن دومی رو. سردار آزمون، وای بازی میشه 2-1 به نفع ایران. نه آفساید گرفتش داور، آفساید سردار رو گرفته داور، آفساید سردار رو گرفت. چه سر توپ نانازی زد، چه شوت خوبی زد. جهانبخش یه حرکت، اشتباه مدافعان ما میتونه کار دست ما بده. در نهایت میبندیم و در نهایت بیرانوند توپو در اختیار گرفت. میبینیم حمله بازیکنی ژاپن رو که به چه شکل. خود رامین رضاییان ارسال بلند روی دروازه، فرصت داره محبی. 67 دقیقه از زمان بازی گذشت. یه پاس عالی، سامان قدوس، سردار آزمون، حقش گل سردار. سوزوکی برگردونده و باز هم پرچم بالاست. اما تو حرکت میکنه، از دوان رد شد. پاس برای سامان قدوس، یک کده عالی و موفق. محبی در محوطه جریمه تیم ملی ژاپن، فرصت برای سردار. از سوزوکی که اونجا تو گرفته و تو رسون به محبی، باز هم رو عقب برای محمدی. یک ارسال بلند روی دروازه برای سردار سردار آزمون سرزن. خدای من توپی که اونجا به بیرون میره. بدشانس سردار، چه سر خوبی زد سردار آزمون. میتوما یه ارسال خیلی بلند رو دروازه ایران، یه ضربه سخت، خطرناک نیست این ضربه، حواسش بود. علیرضا بیرانوند، سامان قدوس با پای راست، یه ارسال بلند پشت محوطه جریمه، ضربه سر بازیکن ایران و سوزوکی که تو بود در اختیار میگیره، سریع هم راه میندازه. میتوما رو جهانبخش رفته روی پاش، توپ از خط رد شد و باید پرتاب بگیره. کجا میری آقای میتوما؟ وایسا، توپ از خط رد شده. بعد از چند دقیقه بالاخره ژاپن هم جلو میاد. دوان به پای چپ، یه ارسال بلند روی دروازه، پشت رامین رضاییان، به بار کلمه رامین با تجربه بالاش از مقابل ایتو توپو برداشته. خود جهانبخش با تکنیک عالی رد شد. یه ارسال، فرصت داره ایران. سعید عزت اللهی ضربه‌شو میزنه و سوزوکی گرفت توپو. میبینیم خود
خودش رو خوب رسونده پشت محوطه سعید عزت‌اللهی. یه پاس پشت دفاع برای رامین رضاییان. خود رامین به توپ میرسونه خودش رو به سختی. پاس برای سردار تو محوطه جریمه، دروازه خالیه، سردار رو زمینه، پاس رو عقب، سامان قدوس و ضربه که میزنه با کورنر به نفع ایرانه. سردار رو زدن تو محوطه جریمه. ارسال بلند تو محوطه جریمه ژاپن، ضربه سر محبی، اشتباه مدافع ژاپن، کرمانی، پنالتی واسه ایران، پنالتی واسه ایران. تو چه دقیقه‌ای، تو چه موقعیتی، تو چه لحظه‌ای، پنالتی برای ایران. بزنیم گل برتری رو، بریم مرحله بعدی. سوت داور چینی حرکت میکنه، جهانبخش میزنه، جهانبخش گل برای ایران. شاهزاده ایرانی اینجوری شمشیر میزنه، مرد سامورایی. ایران 2 ژاپن 1. ترکوندیم ادوکیشنو. مرحله بعدی ایران داره میاد. ایرانی باخت نمیده. ایران 2 ژاپن 1. آخ که دلم چقدر این صحنه رو میخواست. ایران 2 ژاپن 1. کاپیتان جهانبخش، اینم مهدی طارمیه که اشک میریزه و خوشحاله مثل همه ما ایرانی. آخیش به نفس راحت کشیدید. 2 تعویض در راهه برای ما، 2 تعویض برای ژاپن، 1 تعویض. موریتا میاد بیرون، اوسویا به زمین خواهد رفت. توپی که بیرانوف فرستاد از زمین ژاپن، همه نگاه به داوره، تمومه.